سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. موضوعی که خیلی مهمه و ما امروز می‌خوایم بهش بپردازیم در رابطه با نشانه‌های حتمی ظهور امام زمان علیه السلام است. ما 5 نشانه حتمی ظهور امام زمان علیه السلام داریم. 5 نشانه‌ای که همه این 5 تا نشانه به همدیگه مربوطه. نشانه‌های حتمی ظهور که با خروج سفیانی در ماه رجب شروع میشه و بعد با خروج یمانی به راه خودش ادامه میده. اما اگر خروج سفیانی در کار نباشه، یمانی هم در کار نیست. یعنی با خروج سفیانیه که نشانه‌های بعدی اتفاق میفته، یعنی خروج یمانی، سیحه آسمانی و خسف بیدا. سفیانی خروج میکنه و یمانی برای مقابله با سفیانی قیام میکنه. یعنی اگر سفیانی نباشد، قیام یمانی هم اتفاق نمیفته. همه این 5 علائم به همدیگه مربوطه و به همدیگه ربط داره. همه این علائم زمانی اتفاق میفته که یک نفر شورش کنه و اون کسی نیست جز سفیانی. باید سفیانی خروج کنه تا دومینووار نشانه‌های دیگر هم اتفاق بیفته.